توبه زن از زنا. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب. عمران پسر حسن میگوید زن از زنا باردار شده نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده گفت ای رسول خدا، مستحق جزا گردیدم، مرا جزا بده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم صاحب زن را نزد خود خواند و به وی گفت احسن الیها فاذا وضعت فاتینی بها. به وی معامله نیک نما و چون تولد کرد او را بیار. بعد تولد طفل او را نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوردند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر نمود تا لباسهایش را محکم بندند، سپس فرمود تا او را سنگسار کنند. بعد سنگسار کردن آن زن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نماز جنازه گذارید. عمر رضی الله عنه گفت ای نبی الله، آیا بر زنی که زنا کرده است نماز جنازه میگذاری؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عمر گفتند واقعا توبه نمود که اگر میان 70 نفر از اهل مدینه او را تقسیم کرده شود البته آنها را کفایت کند. آیا بهتر از توبه‌ای که برای پاک شدن از گناه به خاطر خدا به جان خود دشمنی کرده باشد دیده ای؟ بقلبك تبدو ندوب الجراح وهيهات يا صاح تخفي الندوب. ارشاد الهی برای توبه نصوح. خواهر مسلمان، خداوند متعال ما و شما را به سوی توبه نصوح ارشاد نموده می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. ای مؤمنان، به سوی الله توبه خالص کنید. توبه نصوح توبه است که بعد وی دیگر بازگشت به سوی گناه نباشد، چنانه که شیر دیگر بر پستان پس نگردد. توبه نصوح این است که از گناه توبه نمایی، دیگر باز به آن بر نگردی و ارشاد گشتن را نداشته باشی، بلکه خداوند دروازه های امید را برایمان باز نموده می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بگو از طرف من ای بندگان من، آنانی که زیادتی کردن بر نفسهای خود ناامید مشوید از مهربانی الله. به تحقیق الله می آمرزد همه گناهان را، هر آینه اوست آمرزگار و مهربان. همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از خداوند ذوالجلال و الاکرام در حدیث قدسی خبر می دهد که خداوند می گوید یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار و انا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لكم. ای بندگان من، شما شب و روز گناه می ورزید و من همه گناهان را می آمرزم، پس از من آمرزش خواهید تا شما را بیامرزم. خواهر مسلمان، آیا این آیت الهی و حدیث قدسی تو را به سوی صدق و استادگری کامل در توبه دعوت نمی نماید؟ پس چرا به سوی خدا توبه نمی نمایی؟ از گناه به زودی و بر دوام توبه کردن واجب می باشد. چرا توبه نمی کنی از گناهان؟ توبه راه سالکان به سوی خدا و توشه مؤمنان به سوی جنت است. چرا توبه نمی نمایی از بی‌حجابی؟ هیچ کس کامیاب و رستگار نشد مگر به ثواب توبه نمودن
رستگار گردید. چرا توبه نمی نمایی از غیبت کردن و سخنچینی؟ مرگ و سختی جان کندن و قبر تاریک در انتظارت است. چی طور توبه نمی کنی که گذشتن از صراط در پیش است؟ چرا توبه نمی کنی از پوشیدن لباس های تنگ؟ حاضر شدن در پیشگاه خداوند تو را انتظار است. چرا توبه نمی نمایی از گوش کردن موسیقی ها و تماشای فیلم های بد اخلاقی؟ دوزخ و آتش تسوان آن در پیش روی توست. چرا توبه نمی کنی از سخن کردن با مردهای بیگانه؟ می خواهی که به جنت داخل شوی، چرا توبه نمی کنی از سلام کردن به مردهای بیگانه؟ باز می خواهی جمال خدا را ببینی؟ آیا گمان می کنی که سعادت و خوشبختی را در میابی با این کارهایت؟ نه، هرگز. خداوند می فرماید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. و هر که از یاد کردن من روگردان شود، پس برای او زندگی تنگ بود و روز قیامت او را برانگیزیم. پس به سوی توبه و اخلاص برای خداوند متعال بشتاب. اگر عمر گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو نام توبه را بنویس که امضا کردنش با